ارتباط عقل و فلسفه با تصوف چیست؟ آیا تصوف خوب هم داریم؟ ما یه ویدیو راجع به تصوف گرفتیم و اون بخشی که از نظر خودمون غلطه رو داشتیم توضیح میدادیم و ما اگر جایی از تصوف درست باشه رو اسمشو عرفان میذاریم، حالا هر کی یه جور اسم میذاره. و اگه بخوام تصوف رو 4 دسته بکنیم، یه بخشش میشه عرفان. بخش اولش میشه اونهایی که دیگه از راه به در شدن کلن و فقط تو حزب تصوفن، یعنی طرف فقط مثلا اسم تصوف و یدک میگه اما هیچ کار اینجوری نمیکنه، بیشتر دکون و دستک به حساب میاد و یه روش‌های عجیب غریبی رفته، بیراهه رفته. دسته دوم اونهایی هن که شهود میکنن و از کار و اینجور چیزا میگن، تزکیه نفس و اینا دارند، اما خب چون اینا یه تصوف اون بخش مذهبی هن دیگه، اسلامی هن مثلا، اما شرع و عقل رو در نظر نمیگیرن و جایی اگر به یه نتیجه برسن از همین راه تزکیه و یه چیزی رو شهودی دریافت کنن دیگه، اگر با شرع هم نخونه خیلی کاری نداره، همون چیزی که به خودشون رسیدن عمل میکنن و اینا معمولا یه جاهایی خب ممکنه این شهوداتشون اشتباه و بیراهه بره، اما خب دیگه همون عمل میکنن دیگه. اینا معمولا آدمای چیزی نیستن. این حرفای عجیب غریب هم اینا معمولا میزنن که انا الحق و نمیدونم، چون اینا تو شهر اینا رد شده این مدل صحبت کردن. حالا یه سریشون هستن یه لحظه که خیلی فاز عرفانی میگیرن این حرفو میزنن، بعدش هم میگن آقا اشتباه کردیم و این حرفا، و یه سری ندی همون مسیر رو میرن جلو. دسته سوم دسته این که شرع رو در نظر میگیرن و عقل رو فقط در نظر نمیگیرن، یعنی با شرع میسنجن. و دسته چهارمی که عقل رو هم کاشف به حقیقت میدونن، یعنی میگن آقا ما شهود میکنیم، از یه ور استدلال براش میاریم، از یه ورم با شرع میسنجیم. و اون دسته این که خب خیلی اوکی ترن، ما اون مشکل هم قبلی هم همینطور، البته اونایی هم که حالا عقل رو خیلی کاشف نمیدونن، درسته اختلافی وجود داره ولی خب معمولا اوکی ترن. اما دسته اول که خب مشخصا گفتیم شیاد هستن و خب تو هر زمینه، تو هر سرکی هم چیزی ما داریم، خب چه میدونم تو هر زمینه بگو یه طرف بقاله توش خیلیشون دزدن دیگه، تو هر زمینه هستون که هیچی. دسته دوم گفتیم ایراده بهشو که همون بخشی بود که ما راجعش ویدیو گرفتیم. دسته 3 و 4 هم تا حدی که بشه تو این ویدیو میخوام معرفی کنیم. آره دیگه، بیشتر طرف بحثمون دسته 4. دسته 3 که گفت عقل و قبول ندارن، دقیقا همون بیشتر شاید متشرعشون باشه، کسایی که خب خیلی معتقدن و اینا کلا عقلی به قول خودمون به چیزی نمیرسن، دلی میرسن، از این نظر فلسفه رو رد میکنن کاملا. بعضی میگن مولوی هم اینجوری بوده که میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، میگه با استدلال و اینا نمیتونی به نتیجه برسی. و فکر کنم عطارم مثلا یه همچین یه بیت این چنینی داره که میگه کاف کفر ای جان به حق المعرفه، دوست‌تر دارم به فای فلسفه. من میگه کفر به نظر من بهتر از فلسفه است. حالا باز اینا یه جای خودشون هم عقلی صحبت، یعنی اصلا هم که شما چه بیان میکنی داری از قوه عقلت استفاده میکنی، ولی خب یه عده‌ای هستن که خیلی تون روان تو این زمینه، یعنی کلا حرف هم نمیزنم، میگن شما بیا این اوراد و اذکار رو بگیر، این روش ها رو انجام بده، مثلا این لباس ها رو بپوش، با مردم اینطور رفتار کن، خلوت گزینی کن و دیگه خود به حقیقت میرسی، نمیخواد زیاد صحبت کنی. یعنی اونن اهل صحبت کردن هم نیستن. حالا این وسط منبعمون هم من بگم، منبعمون تاریخ تصوف جلد 1 و 2 و همچنین درست میگم دیگه؟ بله. و همچنین دنبال جستجو تصوف در ایرانه که مول عبدالحسین زرینی کوبه. اینجا میخوایم یه سری رگ و ریشه هم بگیم از اینکه چرا حالا همشون حدوداً یه فاز فلسفی تو حرفاشون هست. ببخشید ما لباسمون عوض شد و احتمالاً کیفیت ویدیو از اینجا باید میاد پایین، یه اتفاقایی افتاده و الان ما تو یه روز دیگه داریم ضبط میکنیم. بله. اما می‌خواستیم تاثیر فلسفه توی تصوف رو بگیم و از اینجا میخوام شروع کنم که اکثر این تأثیرات بیشتر از اونجای اومد که آثاری از جمله آثار مثلا افلاطون و که فلسفه یونانی و همچنین هرمس بیشتر توی فلسفه مسلم یعنی مسلمان پخش شد و ترجمه شد. از اونجا به بعد دیگه این اتفاقات افتاد و تأثیرات فلسفه توی تصوف و کلا مسلمین شروع شد. اما کسی که نشر دهنده بود مخصوصا برای مسلمین فلاسفه‌ای بودن که توی حران زندگی میکردن و اونا چون حران کجاست؟ جای بالای بین النهرینه و چون اینجا جایی بوده که بیشتر بین اتفاقات زیادی توش میافتاده و مخصوصا بین جنگ ایران و روم این دوتا میخواستن اینجا رو بگیرن، مخصوصا مثلا بابل، آشوریا به اینجا حمله میکردن.
تأثیر این حمله ها باعث شده بود که اینا دینهای زیادی بهشون تحمیل بشه و یه جوری بهتون بگم که چند تا دین مختلف داشتن، اما بیشتر از همه روی هرمس پافشاری میکردن. هرمس رو یک مربی روحانی میدیدن و یک عالم غیبی طور. هرمس چیه؟ هرمس یک خدا بوده، خدای مصری، خدای یونانی هم بوده، یعنی تو دو تا جا بوده. مثلا هرمس اول و دوم داریم، هرمس الهرامسه بهش میگفتن، یه جوری این سازنده اهرام ثلاثه هم بهش میگفتن که اون هرم از همون میگن هرمس میاد و اینجور داستان. این تا اینجا که هرمس یک کوچولو معرفی کرده باشم. بعد از اینکه اسلام میاد و حکومت‌های اسلامی تشکیل میشن، اینجا رو کم کم میگیرن این منطقه رو و حالا اینا دین خودشون رو داشتن تا زمان مأمون که میاد به اینا میگه شما باید یه کاری بکنید، یه دین، یا باید خودتون رو به مسیحیت و یهودی و اینا ربط بدین، یا باید مسلمون بشین و اسلام بیارین، یه چیزی همینجوری باشید نمیشه. و اینا دیگه اون تفکرات هرمسی خودشونو میان یه قالب اسلامی هم بهش میدن و میگن هرمس احتمالاً باید یه پیغمبری باشه، ادریس پیغمبر باشه و یه چیز اینجوری باید باشه و معمول هم دیگه همونجوری میپذیره و خیلی هم سخت به اینا نمیگیره. حالا اینکه مأمون نمیپذیره رو اینجوری نبوده که مأمون ندونه، چون خودش خب اهل علم بوده دیگه به نسبتا، ولی خب میگن که هم وقتشون نداشته، هم اینکه اینا چون اهل کلام بودن و خود مأمون هم با فلسفه و این چیزا بد نبوده و علاقه داشته و از این نظر باشون کنار میره. حالا خب اینا هرمس رو ربط میدن به اخنوخی که در قرآن اومده یا ادریس نبی، اما میگن که سابعین اصلی اونایی بودن که، یعنی سابعینی که تو قرآن اومده اونایی بودن که به یحیی بن زکریا مربوط بودن، از اصحابش بودن یا حالا هرچی، و اونا هنوز هم مثل این که پابرجا هستن، یه قسمت در جنوب عراق و همین ایران خودمون تو خوزستان هم مثل که هنوز دارن یه معدود آدمی زندگی میکنن. میرسیم به اینجا که سابعین یکی از خودشون حالا باهاشون بد میشه و رد اونا میشه، یعنی در رد اونها بلند میشه، میره سمت بغداد، اونجا یه سابعین دیگه تشکیل میده. این سابعین اینور بعدها توسط حکومت فاطمی از بین میرن، اونورم حالا هرچی تلاش بوده یعنی تا اواخر قرن پنجم حدودا کامل نابود میشه، نابودی که دیگه نمیتونه ادامه بده. من خیلی کلی دارم میگذارم چون حرف اون چیز دیگه است. توی این قسمت رکود اینا یک گروه اخوان الصفا شروع میکنه به رشد کردن. سابعین تا اینجا تموم شد و تأثیری که از هرمس اینا گرفته بودن بیشتر چی بود؟ مثلا هرمس یه سری عقاید داشت مثل عوالم صغیر، عالم صغیر و عالم کبیر، که منظور از این عالم صغیر و کبیر انسان و جهان بوده که این دوتا رو یک عالم میکرده، خود یک انسان رو یک عالم میدیده و حالا تأثیراتی و اتفاقاتی که باید تو کمال انسان بیفته تو خودمون هست. و چیز دیگه که هرمس داشته و توی این تقلیدهایی که سابعین و اخوان الصفا بعدها ازش میکردن، وجود یک مرشد و هادی غیبی بوده که اینو برای کمال انسان واجب میدونست. اما اخوان الصفا چه ایده‌ای داشتن؟ ایده اخوان الصفا یک اخوت جهانی بوده برای کامل شدن، یعنی چیزی که تو خودشون میدیدن و ربطشون به سابعین هم این بوده که تأثیر گرفته بودن دیگه، همین عقاید هرمسی اونها هم یکم تکریم میکردن از اینجور حرفا و میشد نشون داد، میشد فهمید که اینا از اونها تأثیر گرفت. تو عقایدشون یک عالم رو به یک مدینه فاضله تشبیه میکنن و میگن که اگر بخوای که انسان کاملی باشی باید از هر جایی یک چیزی بگیری، مثلا از قسمت اسرار باید بری از هندوستان بگیری، یا از قسمت چجوری بگم اقتصادی و اینجور چیزها باید از یهودیا بگیری، و عالم معنوی هم از صوفیه بگیری. و همچنین عالم صغیر و کبیر رو هم اینها هم قبول داشتن اخوان الصفا. اما ایده اصلیشون این بوده که این مناقشه‌ای که بین فلسفه و کلام، بین تصوف و فلسفه پیش اومده رو اینا یه جوری سر همبندی کنن و یک ترکیب عرفانی اخلاقی درست کنن که این دوتا با هم اوکی بشن، یعنی یه جوری باشه که هم با هم یه حالت اخوتی داشته باشن که اینها هم با همین روش جلو میرن. حالا همه حرفایی که ما تا اینجا زدیم و گفتیم که نشون بگیم که این دو تا گروهی که بهتون گفتیم جزو کسایی بودن که اولین کسایی بودن که نشر دادن این آثار و تاثیراتشون بعدها توی نظرات شیخ اشراق و فارابی و ابن سینا دیده میشه. اینو زرینکوب گفته که روی تاثیر گذاشتن. من همون جوری که توی اول ویدیو گفتیم آقای زرینکوب. خب حالا از اون ورم خود فارابی، اینه چون فارابی زبانش هم خیلی خوب بوده، کتابای فلاسفه یونانی رو ترجمه کرده و کلن هم تصوف و عرفان
بیشتر نزدیکن به نظرات افلاطون تا ارسطو. ارسطو خیلی فلسفی تره، افلاطون حالت عرفانی داره و معمولا افلاطون از بالا به پایین نگاه میکنه، ارسطو از پایین به بالا. این تفاوت روشی اینجوری هم با هم دیگه داره. یعنی از انسان به خدا میرسه. حالا انسان و کلا جهان میرسه به خدا، و معمولا از هم عالم مسل و حرفایی که خود افلاطون داره که شباهتش وجود داره تو نظرات تصوف. دقیقا. خب شیرینه دیگه این حرفایی که برای حرفایی که افلاطون میزنه، این چیزاش خیلی شیرینه برای تصوف. آره برای اینا جذاب‌تر و کلا خیلی کم دلیل تره. افلاطون خیلی دلیل نمیاره برای حرفاش و اثبات مثلا سبک ارسطویی منطقی نداره، میگه اینطوریه دیگه و اینا هم دقیقا همون روششون نگاه کنید همینجوری، خیلی دلیل محور نیستن. فارابی که میاد اینا رو ترجمه میکنه، قبلش هم ترجمه شده بوده و خب فارابی چون خودش هم فلسفه میفهمیده ترجمهش بهتر بوده. مثالش هستش که مثلا ابن سینا میگه من هر چقدر خوندم یه بخش از فکر میکنم مابعد الطبیعه ارسطو رو نمیفهمیدم تا ترجمه فارابی رو پیدا کردم. احتمالاً به خاطر خنگ بودن ابن سینا و اینا نیست، بخاطر اینکه اونا بلد نبودن درست ترجمه کنن، چون نمیفهمیدن چی میگه درست هم ترجمه نمیکرد. تا موقعی که کار دست ابن سینا بوده خیلی اینا باهاش ارتباط نمی گرفتن. تصوف و زمان خود ابن سینا، یعنی اهل تصوف زیاد با ابن سینا ارتباط نداشتن و معمولا باش بد بودن و حالا چون میگفتن ملحد، حالا دیگه در بدترین حالتش این حرفا هم راجبش میزدن. وقتی کار میفته دست سهروردی که حالا خیلی بین اختلاف سال زیاد چند قرنیه، سهروردی خیلی نزدیک به باز افلاطون و حالا باز نظراتش جاهای دیگه هم میاد. از پهلویون یا همون پهلویونی که مال ایران بودن هم یه نظراتی برداشته و انگار از شرق هم یه سری تفکرات اونجوری هم برداشته و یه ملغمه از ایناست تفکرات سهروردی و حالا خودش هم شهوداتی که کرده. سهروردی هم فیلسوف بوده، هم خودش هم اونم عارف اینطوری بوده، یعنی آدمی نبوده که فقط فلسفه خالی باشه و کتابش هم نگاه بکنید اونقدر همه‌شو یعنی براش دلیل نیورده، یه حالت عرفانی داره و خب اینا دیگه با سهروردی خیلی مشکل خاصی نداشتن معمولا. تا میاد به ملا صدرا میرسه. ملا صدرا هم خیلی عرفانیه هم خیلی فلسفیه و نظرات عرفانیشو تونسته عمدهشو دلیل و منطق براش بیاره که هم فلسفی ها راضی باشن هم عرفا راضی باشن و خب اون باعث میشه که خیلی از عرفا و خیلی از اهل تصوف با ملا صدرا ارتباط بگیرن و نظراتشو نشر بدن، چون مثلا اون وحدت وجودی که اونا میگفتن و این براش دلیل آورده. خب اینا مشکلی با این قضیه نداشتن و مثلا آره دیگه. و یکی از شاگرداش هم که یعنی شاگرداش نه، یکی از شارحان ملا صدرا که ملا هادی سبزواری باشه و یه منظومه ای داره که اسفار ملا صدرا رو مثلا تعریف کرده با شعر، شاگردش فکر کنم همین شاه نعمت الله ولی معروفه که خیلی از بزرگان تصوفه که هنوزم مثلا این صفی علی شاه که مثلا هستش یکی از خانقاه های اینجاه، مثلا از همون ریشش از اون خیلی های دیگه هم هستن، یعنی خیلی از انشعاب های تصوف از همین شاه نعمت الله ولی بوده فکر میکنم و اون میگم شاگرد ملا هادی سبزواری بوده تو فلسفه فکر میکنم و دیگه اینجا معلومه که دیگه خیلی الان اهل تصوف با امثال ملا صدرا و سهروردی اختلاف خاصی ندارن و حالا علامه طباطبایی هم بعداً میاد حالا با نهایت الحکمه و بدایت الحکمه‌اش اینا، اونا هم باز زوره خب چون اونم خودش اهل عرفان بوده تو اون خیلی فلسفی تر، یعنی خیلی استدلالی تر، یعنی هر چی آورده تو فلسفه شو دیگه استدلال آورده ولی خب با اونم باز ارتباطشون خوبه. یا مثلا یکی از حالا اون دیگه اهل عرفان میشه گفتش آقای حسن زاده آملی، اون دیگه کاملا نگاه کنید هم فلسفه میخونه هم عرفان، دیگه انگار تقابل خاصی تو اون قشری که جفت این قضیه رو قبول دارن وجود نداره، یعنی هم اهل فلسفه هم عرفان. حالا یه سری ها مثل علامه طباطبایی بیشتر فلسفی هن، یکی مثل آقای حسن زاده بیشتر عرفانی، یعنی دیگه کلا انگار تقابل خیلی از جاها از بین رفته دیگه، مثل قدیم نیست که اهل فلسفه با اهل عرفان درگیری سنگینی داشته باشه. کلا یه مقدار که عقل میاد تو کار به نظرم کارو هندل میکنه، یعنی اون دل خودش داره اوکی میکنه اما عقلی هم هست، مثلا اینکه یک پارچه دل باشه. آره یه جاهای خب مثلا خلاف عقل و نمیخونه و کلا به یه انحراف کشیده میشه. آره یه بدی دیگه که خیلی دلیل نمیارن برای بقیه، خب که مثلا بتونن یعنی به بقیه حداقل حرفاشونو بزنن، اصلا خیلیاشون حرف نمیزدن این نظراتشون نمیگفتن.
و یکی از کسایی که باز خیلی تاثیرگذاره اینجا ابن عربیه. ابن عربی عرفان نظری رو میشه گفت سر و شکل میده و میاد نظرات عرفانیشو همه رو مینویسه و خیلی هم نزدیکه. مثلا نظرات ابن عربی مثلا با ملا صدرالی اختلافاتی هست، ولی به این علت نزدیکه که انگار این عقل و اون دوتا روش انگار با هم جفتشون به یه نتیجه میرسه. همون داستان معروفی که ابن سینا فکر می‌کنم با ابو سعید ابوالخیر داشته که اینا بازو رو هم دیس میکردن، همدیگر با هم دیگه مشکل داشتن وقتی آره اینو وقتی همدیگر رو میبینن و یه جلسه میذارن 3 روز مثل که با هم دیگه صحبت میکنن، ابن سینا میگه که من هر چی که من میاندیشم اون میبینه، مثل که ابو سعید هم میگه هر چیزی که من میبینم انگار این کور عصازنان بهش رسیده، یعنی با عقلش تونسته همون مسیری که من رفتم حالا هم نتیجه رو داده. و حالا انگار دیگه الان واقعا عینی شده دیگه، میبینیم که نظراتشون یکیه. باز میگم عرفان با تصوف ما یه فرقی براش گذاشتیم دیگه. عرفان رو گذاشتیم اون کسی که یعنی تو این روش اهل تصوف، اما عقل و شرع و اینا رو هم در نظر میگیره و چارچوب داره. آره و نظراتش درست‌تر در میاد و مثلا از اون روش عجیب و غریب و یهو به انحراف و اینا کشی نشده. چون خیلی از اهل تصوف که اصلا دیگه کار خاصی نمیکنن، فقط یه دکون دستکی برای خودشون رو انداختن و الان هم کم نیستن اینا. و حالا مثلا طرفدارم دارن، طرفدار زیاد دارن، مجلس برپا میکنن کاملا جدی و این. آره من چند تا از آدمایی میشناسم که مثلا راجع به اینا صحبت کردن، مثل که خیلی بهشون فشار آوردن. من ما خیلی صحبت نکنیم راجع به اینا بهتره، چون تیم دارن دیگه. مثلا شما شاید کلا 10,000 نفر باشن یا حتی کمتر، اما 10,000 نفرن که همشون با هم متحدن و یه قطب دارن که اون اگه بگه مثلا فلان کارو بکن میکنن. آره میتونن خیلی جدی بیان اینجا سرما رو ببرن و با دستشون تکون بدن که ما داریم صحبت میکنیم. آره برای همین دیگه خیلی ما به اونا نمیخوایم ما کارشون نداریم، ولی چون اصلا اونا اون درسته باشن ما نمیگیم شما خودتون بده در نظر نگی لطفا. اما من چون احتمالا آخر ویدیومونه یه مقدار بگم که این چه کامنت هایی بود که تو ویدیو قبلی گذاشتی، ویدیو قبلی تصوف گذاشتی. مثلا کسی که فلسفه رو، کسی که عرفان رو تجربه کرده نکرده نمیتونه این حرفا رو بزنه. خب چرا واقعا؟ خب ما از نظرات خود اونهایی که اهل عرفان بودن و نوشتن آوردیم داریم به شما در حدی که ما فهمیدیم گفتیم. کسی تو نمیدونی چی داری میگی، 4 تا چیز فقط خوندی، خب باید بخونی دیگه تا راجع بهشون چیزی بگی دیگه. بقیه چیکار میکنن؟ نمیدونم جو بهشون الهام میشه، میرن 4 تا چیز میخونن از بقیه راجع بهشون میگن. و ما هم که رو هوا و اینجوری این ور اونور جمع نکردیم، 4 تا کتاب خوندیم یا یک کتاب آوردیم دیگه، ما منبعمون هم آوردیم و خب دیگه حالا همین چیزایی که هست دیگه چون منبع آورده ما همونو گفتیم دیگه. حالا شما باید تونستی برو جلوی آقای زرینکو بگی بگو چرا اون کتابو نوشتی، ما همون کتابی که اون نوشته رو اومدیم یه بخشایشو برای شما انتخاب کردیم گفتیم. اگه اینجوری نیستش که یک موضوعی باشه که مثلا به خاطر اهمیت اون موضوع از نظر یک نفر کسی نتونه راجع بهش صحبت کنه. آخه اینا همه هر کاری که دارن این میخوان قدسی سازی کنن این کارو میکنن. خیلی هم تو سیاست همین نظر دارن دیگه، میگن تا وقتی خودتون کار مثلا یکی دیگه من دیدم ولی نمیخوام بگم راجع به چی دقیقاً داشت میگه، ولی فرض کنیم مثلا راجع به ریاست جمهوری، وقتی خود رئیس جمهور نبود چجوری راجع به ریاست جمهوری نظر میدی؟ خب اگه اینجوری باشه که فقط رئیس جمهور راجع به رئیس جمهور نظر بدن دیگه. مثلا تو ایران فقط مثلا نقد دیگه وجود خارجی نداشت. مثلا احمدی خاتمی و روحانی مثلا فقط الان میتونن نقد کنن مثلا. خب چرا باید اینطوری باشه؟ هر راجع به هر موضوعی میشه صحبت کرد، کسی میتونه اون صحبت رو نقدش کنی و اون صحبتی که داره راجع به اون موضوع میشه رو میتونی نقدش کنی. نمیتونی بگی که تو در جایگاهی نیستی. جایگاه چه مسئله؟ اون حرفی که داره زده میشه رو باید گوش کنی. حالا ما هم در حد خودمون مطالعه کردیم و همین چیزی بود که به شما ارائه دادیم.